فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادری سوال کردن که از تربت جام مادرشون فوت کرده که الله سبحانه و تعالی بیامرزه، پدرشون رفته زنی گرفته که میخوان خواهر همون خانم را برای پسرشون بگیرن. آیا این جایزه؟ بله، یعنی یک پدر و پسر رفتن یک جای خواستگاری، مادر و پدره میگیرن. دو تا خواهر رو میگیرن، دو تا خواهر یا مادر و خواهر زنش. خواهر زنش هیچ گونه اشکالی نداره، از نظر شرعی جایز هست که پدر و به اصطلاح پسر برن با جناق هم دیگه باشند و چی پسر شوهر خاله هم دیگه بشه. اشکال نداره و جایز هست.